گاو، ملا و قاضی زرنگ. روزی یکی از اهالی روستا با عجله به در خانه ملا نصرالدین آمد و فریاد زد: ملا، گاوم گم شده. مطمئنم تو بردیش چون ردش به تویله تو میرسه. ملا با خونسردی گفت: تو اگه مطمئنی پس چرا اومدی پیش من؟ برو شکایت کن پیش قاضی. مرد با عصبانیت رفت سراغ قاضی و ملا هم همراهش رفت. قاضی که از دوستان قدیمی ملا بود با دیدن او لبخند زد. مرد ماجرا را با آب و تاب تعریف کرد و گفت: آقا قاضی، گاومو خودم دیدم که ملا داشت میبرد تویلش. قاضی رو به ملا کرد و گفت: ملا، درسته؟ گاو این مرد پیش توه؟ ملا گفت: قاضی جان، من یک گاو دارم که از پدرم به هم رسیده. حالا این که این مرد هم گاو داشته، خب تقصیر من نیست. قاضی دستی به ریشش کشید و گفت: خوب گفتی ملا، سندی هم داری که گاو مال خودته؟ ملا گفت: بله، خود گاو. تو تویلس است و داره یونجه میخوره، شاد و سرحال. قاضی سری تکان داد و گفت: خب، وقتی گاو داره یونجه خودشو میخوره، پس لابد مال خودشه. شکایت رد میشه. مرد داد زد: این عدالت نیست. این بازیه. قاضی گفت: تهمت به دادگاه، 10 ضرب شلاق. ملا با لبخند به مرد گفت: بهتره بری دنبال یه گاو جدید، ولی این بار خوب نگهش دار که ردش به تویل من نرسه. نکته داستان: گاهی آدم‌ها بیشتر از این که دنبال حق باشن، باید دنبال راه بلد بودن باشن. توی دنیای زرنگ‌ها، کسی که ساده‌لوح باشه، حقش رو هم به راحتی از دست میده.